امروز در شهر دوشنبه در واخوری با انتخاب کنندگان برنامه‌های پیش از انتخاباتی نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حزب اگراری تاجیکستان، حزب سوسیالیستی تاجیکستان، اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، اتفاق جوانان تاجیکستان، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان و حزب کمونیستی تاجیکستان معرفی کرده شد. در واخوری به همان نامزدها و شخصانی با اعتماد آنها برای معرفی برنامه پیش از انتخاباتی شرایط و امکانات موافق فراهم آورده شده. نامزدها و شخصانی با اعتماد آنها در دایره وقت برابر سخنرانی نمودند. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. 21 سپتامبر واخوری نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و شخصانی با اعتماد آنها با انتخاب کنندگان ناحیه‌های شاه منصور و سینای شهر دوشنبه دایر گردید. در ناحیه‌های شاه منصور و سینای پایتخت نامزدها و شخصانی با اعتماد آنها در معرفی برنامه‌های پیش از انتخاباتی امکاناتی برابر داشتند. به پول کردن خدمت‌رسانی حصه اساسی مؤسسه‌های طبی، به راه ماندن سپورت‌های طبی اختیاری، تطبیق برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی شهر و ناحیه‌ها و به راه ماندن خدمت‌رسانی معاصر کمونالی از جمله مسائلی است که در برنامه پیش از انتخاباتی نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حزب اگراری تاجیکستان رستم لطیفزاده درج گردیده است. نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حزب اگراری تاجیکستان اظهار نمود که با نظرداشت دورنمای 7 سال آینده اصلاحات ساحه معارف نیز در مد نظر پیش از همه ما پیشنهاد میکنیم که مبلغ‌گذاری مخصوصی دولتی نه کمتر از 5% از بودجه دولت برای کارهای اختراعی و نوآوری تکنیکی و جاری کردن اون در استحصالات، 50% کم کردن مبلغ شرطنامه تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلات عالی برای عائله‌های نیازمند بسیار مسئله مهم میباشد، چون که بسیار عائله‌ها فرزندانی دارند که قابل هستند، با سواد هستند، لیکن از شرایط مالی نمیتوانند داخل شوند به مؤسسه‌های تحصیلات عالی و اینا کادرهای آینده ما میباشند. و همچنین بپول کردن تحصیل برای دانشجویان بالیاقت بعد از یکم کورس وقتی که با بهای 5 میسپارند این رو بازنگری کردن در کار و دستگیری کردن از لحاظ اون که البته از این سمستر به این سمستر اگر با بهای اعلی خوند و شاید که به گروه بودجتی یا اینکه بپول کردن را ویدو کردن خواندنشون. در برنامه پیش از انتخاباتی نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حزب سوسیالیستی تاجیکستان عبدالحلیم غفارزاده هوسمند کردن صاحبکاران و سرمایه‌گذاران با مقصد غنی گردیدن بودجه و دستگیری صاحبکاری خرد و میانه جایگاهی خاص داشته برهم دادن همه گونه مشکلات در بانک‌ها عاید به دادن قرض‌های امتیازناک از نقشه‌های اساسی به حساب می‌رود. انتخاب کنندگان را با محتوای برنامه پیش از انتخاباتی نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حزب سوسیالیستی تاجیکستان شخصی با اعتماد دولت خانم سعید اشور و شناس نمود. حزب سوسیالیستی تاجیکستان در محور اساسی برنامه پیش از انتخاباتی خود تأمین و کفالت حکومت برای داشتن منزل، بهتر کردن شرایط زندگی عائله‌های کم بضاعت، معیوبان و کودکان بی‌پرستار، بلند برداشتن معاش حداقل زندگی، دستگیری عائله‌ها مخصوصاً عائله‌های جوان در تنظیم عائله و بنقشه‌گیری آن، اینچنین برطرف نمودن نابرابری‌های گندری و حفظ حقوق زنان و بانوان در عائله، آوردن شرایط بهر بهبود بخشیدن سلامتی آنها در همین سمت بیشتر کار برد. در برنامه پیش از انتخاباتی نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، اتفاق جوانان تاجیکستان و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان امامعلی رحمان که از جانب شخصی با اعتماد پرزیدنت اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان فرهاد رحیمی معرفی کرده شد، در 7 سال آینده در بخش اقتصادی به 3 وظیفه اساسی افضلیت داده شده است: تامین نمودن رشد استوار با راه بلند برداشتن گوناگون سمتی و رقابتناکی اقتصادی ملی، افزایش دادن حصه طبقه میانه اهالی مملکت، رسیدن به سطح رشد اجتماعی و اقتصادی کشورهای درآمدشان میانه. مشخص آماده شده است که در 7 سال من بعد رهبری حزب کوشش به خرج میدهند که یک اقتصادی با اینواسیون اساسناک کرده شده رقابت پذیر را در جمهوری تاجیکستان راه اندازی کنند با در
در نظر داشت اون تجربه که تا امروز داشتیم، یعنی رشد اقتصادی تامین کرده شود، رسیدن به 4 هدف استراتژیک کشور که یکی از وظیفه‌های مهم در رئیس حکومت و دولت تاجیکستان است، نیز از هدف‌های برنامه پیش از انتخاباتی حزب است. شما ببینید ما به یک از هدف‌هایی که اعلان شده بود مثلا رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی به پورگی رسیدیم. номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳизби ислоҳоти иқтисодии тоҷикистон рустам раҳматзода дар вохӯрӣ бо интихобкунандагон таъкид намуд ки дар самти ташкили бозори меҳнат ҷорӣ намудани воситаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва принсипҳои маблағгузорӣ мақсадноки барномаҳои ҳудудии мусоидат ба шуғл баланд бардоштани сифати муҳити рақобатпазир тавассути муносибгардонии имтиёзҳои соҳавӣ ва бартариятҳо зарур буда сатҳи зиндагии аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. ما پیشنهاد کرده هستیم که بانک ملی وزارت مالیه دیگر وزارت‌هایی که متصدی هستند آید جلب سرمایه باید سرمایه کلان رو جلب کرده بیرون بانه. شرکت‌های بین‌المللی هستند که تا 1% سال قرض میدن حکومت و بانک‌های ملی با 3-4 میلیارد دلار یافته آوردن در کار همون مبلغ‌های جوانان برای دسترسی منزل قرض ایپوتیکی دادن در کار. дар барномаи пеш аз интихоботии номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳизби коммунистии тоҷикистон Мироҷ Абдуллоев таваҷҷӯҳи асосӣ ба барқарор кардани ҳокимияти коргарон дар шакли шӯроҳо ва дигар шаклҳои ҳукумати халқӣ ва ислоҳоти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ равона гардидааст. Барномаи пеш аз интихоботии номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби шахси боэътимод котиби кумитаи марказии ҳизби коммунистии тоҷикистон Заррагул Мирасанова муаррифӣ карда шуд. اول همه کار از کادر وابستگی. اگر کادر سطح بلند دانش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی یعنی جوابگوی استانداردهای جهانی باشد در آن صورت کادر یعنی غلبه پیروز خواهد شد. вобаста ба муҳтавои барномаҳои пеш аз интихоботии номзадҳо дар ҳар як вохӯрӣ саволу ҷавоб низ сурат гирифт. Ба гуфти номзадҳо ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва шахсони боэътимоди онҳо тадбирҳои зикршуда имкон медиҳад ки дар муддати 7 соли оянда модели нави иқтисодӣ амалӣ гардад, ҳадафҳои стратегии кишвар тадриҷан татбиқ шаванд ва вазъи соҳаҳои иҷтимоӣ ба куллӣ тағйир ёбад.